خجالت دیدم از روی همین زبان میبینم. هر وقت در پیش یگان کس خجل شرمسار شدم از روی همین زبان میشم. صدیق با او حلیمیش، با او مهربانیش، با او بزرگی از دست زبان شکایت کرده و زبانم میپوچه. ما این خونه سوخته را در پشت دندانا بجا میکنیم، در وقت لازمی خاموشیم، وقتی که لازم نیست بعد لق نمیدرویم. زبان اگر اداره نکنیم وای به حال ما. در حدیث اومده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ان ابغض الناس الی و ابعدهم منی مجلسا یوم القیامه اسوأهم اخلاقا والثرثارون والمتشدقون والمتفیهقون. گفت از همه منفورترین شما نزد من. این من ابغضکم الی، بدترین منفورترین شما نزد من. و ابعدکم منی مجلسا یوم القیامه، و دورترین شما فردا روز قیامت از نزد من. سه طایفه مردمان، چهار طایفه. یکم اسوأکم اخلاقا، کسایی که اخلاقی بد دارن، خلق اخلاقی بد اخلاق هستند. دوم سرسارون، لقی ها. سوم متشدقون، کسایی که بسیار پردبدبه کلام میکنن، سخنهای ساخته میگن، همون سخنی را میگن که اصلا اوخی زیبنده نیست. هر که به خودش یک جای داره، یک مکان داره، از برای خدا ده کلمه را از یاد کنی و بعد همون را دائم بشینی و بخیزی بگوی، همون از روی عقل فراست است. نه. والمتفیهقون، یعنی که متکبرون. همین طایفه ها بدترین شما در نزد من هستند و فردا روز قیامت از روی منزلت مکان از همه دورترین هستند. از حضرت پرسیدن که مردم به چی سبب از همه بیشتر داخل دوزخ میشوند؟ گفت به سبب دهن و به سبب فرج. به همین دو سبب از همه بیشتر مردم داخل دوزخ فم و فرج میکنه، دهن و فرج. از همه خاطر اگر ما آداب سوال یاد بگیریم، آداب کلام یاد بگیریم، سخن گفتن با آموزیم، انشالله این به فایده و منفعت ماست. نه که اگر یاد نگرفتیم وای به حال ما. بهترش خاموش باشیم. خاموشی در اون صورت برای ما اولاتر از گفتار است. شیخ ابو عمرو ابن مطر روایت میکند که روز به مجلس ابو عثمان حیری، شیخ بزرگی متصوف، داخل شدم. حضرت میگه در هم جاش برمد نشست، مردم همه منتظر که این کی گپ میزده باشه. استاد مردم حوصله‌شو سر رفت. یک نفرش گفت یا ابو عثمان ترى ان تقول فی سکوتک شیئا. ای ابو عثمان، گفت تو میخواهی بگویی که همین سکوتی تو یگون معنی داره؟ تو به همین یگون چی ما را تعلیم دادنی؟ در جواب میگه یک شعری را گفت و غیر تقیه یأمر الناس بالتقى طبیب یداوی و طبیب مریض. شخصی که خودش تقوا نداره و مردم دیگر را به تقوا دعوت میکنه، این مسئله این طبیب را میمونه که خودش بیمار است، دعوای طبابت دیگران را میکنه. این مسئله کلی را میمونه که سر خودش طبابت کرده نمیتونه و دعوای طبابت کلهای دیگر را داره. فارتفعت الاصوات بالبکاء والضجیج. در همین حالت میگه گریه و ناله بسیار بلند شد در جامعه. ببینه اگر به شرط همون که خاموش نمی ایستاد، سوالش نمی کردن، جواب نمی داد، این قدر در مردم تأثیر نداشت. حضرت مولوی میگه ای خاموشی مغز منی، پرده آن نغز منی، کمتری فضل خاموشی کش نبود خوف و رجا. ای خاموشی تو مغز منی، میگه زیرا تو پرده نغز من، پرده خدای منی. بهترین کمترین فضیلت خاموشی ای است که نه ترس داری و نه امید. یک گپ میگوی با تلخ کف میشه، اوه بچه چی میگفته باشن، عاقبتش چی میشده باشه، یا یگون چی میداده باشن. اگه خاموش که ایستادی دیگه نه در دل دیگه خوف است نه رجا است. مردی سخن را چی خبر، از خاموشی هم چه شکر، خشک چی داند چی بود، ترلللا ترلللا. آدمی سخنگو میگه چی میدونه که این خاموشی چی لذت داره. خشک ای نهرهای پر آب شیرین و گوارا چی خبر داره میگه.
اما همه ای در صورتی هست که تو گپ خوب نداشته باشی، سخن نیک نداشته باشی. اگر سخن نیک داری، اگر مردم پند نصیحت کرده میتونی، در اون صورت اگر خاموش ایستادی گناهگار میشی. ایران فراموش نکنی. متاسفانه بعضی شیخای داریم که در مجلس میان میشینن 2 ساعت خاموش، یک کس هم جرأت نمیکنه بیچاره را یا سوال بده، نه میگه یا سوال بده که مریدا ای هر سه میپسوننش. هو بی ادبی نکنی. بعد میخیزه میره و نه یگان کس از علمش فایده و منفعت حاصل میکنه، نه خودش یک فایده و ثواب میگیره به گفتنش مثلا علمی که داره به دیگرو به تعلیم دادن. این درست نیست. هر کسی علم پنهان میکند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است فردا روز قیامت او را لجام آتشین میزنن، در دهنش لجام میزنن از علو. کسی را خدای تعالی علم و فضل داده است حتما باید به مردم برسونه، اگر نرسون گناهگاره. به قرینه آیه قرآن استعیذ